سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. الان ساعت حدوداً 9 خورده 10 کمه. یهو تصمیم گرفتم ولاگ یه روز با من بگیرم. بعد خلاصه ببخشید توی همین الان از خوب شدم، قیافم در و داغون گفت کرده دیگه. الان میخوام چای بخورم. تخم مرغ هم گذاشتم بپزه. قبل باشگاه اصولا یه چای میخورم و یه دونه تخم مرغ پخته. دیگه آماده شم برم باشگاه تا بعدش ببینیم چی میشه. تو این بلاگ با من همراه باشید، ایشالله که بهتون خوش بگذره. این از تخم مرغ‌ها آماده شد. من روشون فلفل آبیشم میزنم و نمک. خیلی خوشمزه میشه. برم بخورمش، بعدش آماده شم. بریم بگید شما فردای قبل تمرینتون چی میخورید؟ تو کامنت ها بهم بگید. خب بچه ها، من دیگه لباس ها پوشیدم، لباس ورزشی هم زیر اینا پوشیدم که دیگه اونجا نخوام همه رو درارم عوض کنم، کارم راحت باشه. اینم بطریم دیگه، بریم باشگاه. بچه ها سلامی دوباره. همونطور که میبینید من دیگه از باشگاه اومدم. خیلی بدنم درد میکرد، این خسته کوفته. همون واجب دیگه، رفتم همون. الان تازه از همون در اومدم. دیگه باید روتینم رو انجام بدم، لوسیون و موامو درست کنم و این داستانا. بعد فکر کنم که نهار چی میخوام بخورم. نمیدونم شما چه پیشنهادی دارید؟ خب بچه ها، من اومدم روتین بعد از حمومم و این چیزی که استفاده میکنم و بهتون بگم. شاید کنجکاو باشید، دوست داشته باشید که بدونید. بعد از حموم من اول لوسیون میزنم. لوسیونم اینه، مارک بوتانیس. این انگورشه. من بخوام راستشو بگم عصاره سیب سبز و روغن هسته انگور. یه مدل دیگه داره عصاره انبر، یعنی عکس انبه که روشه. اون خیلی بهتره. من اون روزی که اینو گرفتم از اون نداشت. خیلی بهتره. ببخشید حواسم دوربین رو اونوری گذاشته بودم. اون خیلی بهتره. چرا؟ چون آبرسانی خیلی عمیق تری داره. یعنی روی خودش نوشته که آبرسان عمیق، ولی روی این ننوشته. اگر خواستیم بخرین اون خیلی قشنگ خشکی پوستتون رو کاملا برطرف میکنه. بعد واسه موهام، چون من موهام فره، آبرسان دارم. چون موی فر اغلب خشکه و با آبرسان نیاز داره. آبرسان بیتروی راضیم، خوبه. بعدش هم ماسک بیرون از حمام، اینه از برند لیمپیو. ماسک داخل حمام از همین برند. خیلی راضیم از این دوتا. قیمتشون هم متوسطه. خیلی این دوتا راضیم. کلا محصولات مویی اینطوره که باید خودتون هی بخرید تست کنید. ممکنه یه چیزی خیلی معروف باشه، خیلی همه ازش راضی باشه، ولی به شما نسازه. بعد روغن، حالا گاهی روغن نارگیل، روغن آرگان، این دوتا بیشتر استفاده رو دارن، ولی خب هر روغنی باشه اصولا میزنن. بعد ژل، واسه وقتی که ما مو فرفری یا میخوایم موهامون استایل کنیم، ژل مهمترین مرحله است، مهمترین چیزی که باید داشته باشیم. من اول این میلک ژل مارالو خریدم، خیلی راضی بودم خدای ازش. الان این که دیگه داره تموم میشه، این
فولیکا رو گرفتم، هنوز استفاده نکردم ازش ولی تعریف اینم زیاد شنیدم. دیگه همین، این روتین من از تمام منه دیگه. الان روتین موهامو تقریبا انجام دادم، یکم فقط خشکش میکنم، خیلی من سشوار نمیگیرم بهشون، ولی هوا که سرد میشه چون سردم میشه چه کار میکنم. بعد دیگه برم یکم استراحت کنم، برم تو گوشیم تا زمانی که بخوام نهار بخورم. خب بچه ها الان دیگه آماده شدم، یه آرایشه مختصری کردم، بعد لباسم پوشیدم. ببخشید بابت به هم ریختگی اتاقم. آره دیگه من برم یکی دو مغازه کنارم هست نگاه کنم، یه خرید کوچولو دارم، میخوام کادو بخرم، ببینم چیزی توشون پیدا میکنم. آره دیگه حالا بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. بچه ها من همین الان رسیدم خونه، اینم خریدامه. از توی مغازه نتونستم ویدیو بگیرم ولی فقط بعدش یه سر رفتم پیش دوستم، درمانگاه خیلی وقت بود نیده بودمش، پرستار دوستم. از اونجا یه کوچولو فیلم گرفتم واسه تون گذاشتم، ولی الان لباسامو درارم، دستورتامو بشورم، یکم سرحال بیام، کادوهایی که گرفتم نشونتون بدم. هم که چیزایی که خریدم نشونتون بدم. در واقع اینا رو کادو خریدم. اول دیدینگ بچه ها خیلی کیوته، ببینیدش. من کلا عاشق این لوازم تحریری کیوتم. این بریاد داشته و دفترچه خیلی بامزن، خودم خیلی خوشم اومد ازش. یه کیف کیوت روش بابونه داره، بابونم خیلی دوست داره اتفاقا، ولی خلاصه آره خوشم اومد ازش. حس کردم که خوشش میاد اگه بگیرم ازش. نظرتون واسم تو کامنت ها بنویسید، شما خوشتون اومد یا نه؟ خوشتون بیاد دیگه لطفا. یه جوراب، چون که داریم وارد فصل سرما میشیم و جورابم دوست داره، رنگش و طرحش هم کیوت بود، خودم خوشم اومد. و عشق من چیزی که خودم هیچ وقت ازش سیر نمیشم، جی یه ماگ فوق کیوت بچه ها، فوق. ببینیدش تو خدا، ببینیدش چقدر کیوت، اصلا رنگش، عاشق این رنگ سبزم هست، خودم خیلی دوستش دارم، خیلی بامزه است، واقعا کیوته بچه ها. من هر چقدر ماگ هدیه بگیرم خسته نمیشم. وای ماگ خیلی خوبه، ماگ و ترابل ماگ. یه چیزی هم واسه خودم گرفتم، خودم خوشحال کنم، که خیلی کیوت بود به نظرم. احتمالا جدیدن دیده باشید ازشون، خیلی ترند شدن. بعد این که حدس میزنید چیه تو این فاصله که من دارم بازش میکنم، تو کامنت ها واسم بنویسید حدستون چیه. بره دیگه دل منم شاد کنید با لایکی، کامنتی، اینجور چیزا. آماده اید نشونتون بدم؟ ببینیدش بچه ها، خیلی خوشم اومد ازش، خیلی کیوته، اصلا جزئیاتش، رنگش، اصلا میدرخشه به نظر وقتی استفاده کنید، خیلی خوبه. خب بچه ها اینم از چیزایی که خریدم که کادو بدم. بعد الان گشنمه و یه چند روز میشه حوض سوخاری کردم، مریض بودم ولی نتونستم از این چیزا بخورم.
الان دیگه بد جور افتاده رو سرم که سفارش بدم از عمو کیلویی. بریم با هم ببینیم چی داره چی نداره، سفارش بدم. خیلی هوس کردم. اینا رو بردارم میام. خب بچه ها من دیگه رفتم تو منوشون یه گشتی زدم و اینا سفارش دادم. یکم پیش اومد از عمو کیلویی. خدای قبلا امتحان کردم، هم خوشمزه هم قیمتاش خوبه. تخفیفم زده بود. یکی از پکاشو گرفتم. حالا گفتم یا هم نشونتون بدم هم تست کنیم با هم. 2 تا سس داره توش. این سس سبزی نمیدونم چیه. سس ها رو هم منگنه کردم. خب من این منگنه رو الان چطور باز کنم؟ بوی ترشی خیار شورنا میده. خود اصل کارینه. بوی خیلی هوس انگیزه. فیله توشه، سیب زمینی قارچ، از این کراکت ها و سوسیس و این داستان ها. یه سیب زمینی بخورم. همکش کمه، یکم از سیب زمینیش. یه قارچ میخورم. قارچش خیلی خوبه. این هم یه امتحانی بکنیم. پنیریه. یکم طعم دودی میده، من خیلی خوشم نمیاد، ولی واسه تنوع کنارش خوبه. من میخوام الان برم سریالمو بذارم، همزمان با سریال اینا رو ببینم دیگه. اینکه مرسی که تو این ویدیو من همراه بودین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یه روز منم این شکلی بود دیگه. اگه خوشتون اومد حتما لایک و کامنت یادتون نره. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه. خدافظ.